فسق آلوده شده و بگردیم طاقت یک کسری کرونا نداریم. واه جانم برو اومد یا جا که بدنت میسوزه جانکت میبروید 2 ماه 3 ماه را تبابت میکنی. آخه این 100 ساله ها و 1000 ساله ها در آتش جهنم سوختن کاری اندکه ایگه قوت طاقت او را داری. اما در مجموع اگر بگیریم شخصای مؤمن حتما روزی میشود که نجات مییابند، یعنی که یا جاویدانی در دوزخ باقی نمیمونند. اگر چند فاسق و فاجر باشند روزی میشود که بر رحمت پروردگار نجات میافتند. الحمدلله. اگه سوال تبته هایی جسد تا چند جسد انسان تا چند ساله حقوق داره در کجا؟ در روی زمین حقوق داره؟ تا چند ساله میشته توزه و آزوده میشته. یخک هم خیلی بسیار سپوریدشه به خواب. بله. بالاشو گوتدن میگه. خب شخصی که مقصد پیغمبرای خدا پیغمبرو جسدشون هرگز خاک نمیخورد. جسد پیغمبرو خیلی بدم خیلی میمونه. یگو جای شک نیست. حدیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوره میگه حضرت درباره همین روز جمعه صحبت کرد، صفت جمعه را کرد، بعد گفت فاکثروا علی من صلاتکم فی هذا اليوم، در همین روز جمعه بر من صلوات زیادتر بفرسته. فإن صلاتکم معروضة علیها او تعرض علیها، زیرا که همین صلوات شما به من عرض کرده می شود، میارم به من میرسونند. یک آدم نو مسلمان شده بود است، گفت یا رسول الله کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، یعنی بلیت. ای حبیبی خدا گفت اوقی وقتی که مردی در خاک ماندند او خاک جسدی تو را میخوره، چه خیلی صلواتی ما در پیش تو عرض میشود. و میگه حضرت گفت ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، خداوند بر زمین حرام گردانده است خوردن جسد پیغمبران را. هیچ جای شک نیست که جسد پیغمبران را اصلا خاک نمیخوره. خب بر روایت اومده است که جسد شهدا، شهیدایی که در راه خدا شهید شدگیان، شهیدای اعلا، همچنین جسدشو ویران نمیشیده است، همیتا باقی میمونه. دلیلش چی است؟ برای چی میگیم که جسد شهیدا ویران نمیشود؟ خیلی که در مسئله جسد پیغمبر و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، جوی شک نداره. انا در مسئله شهدا در روایت اومده است میگه والله اعلم بعد جنگ احد، حتی 40 سال بعد جنگ احد، وقتی که شهیدای احد در احد شهید شدند کو حضرت جابر ابن عبدالله اومد قبر پدرش کند، همونجا سیل رها شده بود، جایی که همون شهیدای احد گرانده شده بودند، آب که سیل می اومد همونجا کلمک میشید است. حضرت اومد قبر پدرش از بس که در خوابش در اومده بود، اومد قبر پدرش کند، 2 کس در یک قبر گرانده شده بودند. پدر حضرت جابر ابن عبدالله را انا عبدالله ابن حرام میگن، از اون مردم انصار است. در پهلوش انا یک شخص دیگه به نام مالک ابن سینان رضی الله تعالی عنه هر دوش بر ببر خواب کرده گیرد. میگه یگان جای جسد دیگر نشید است، همین فقط موی سر در استر شده قدرت خدا و نخونا دویدیان، دیگه جسد دیگر نشید است. مالک ابن سینان در همین ناحیه سینه‌اش زخمی شده بود است، دستش هم تمام دادیان، دست در همون جایی که جراحت هست دستش هم جامون داده حضرت همین خیلی گذشته بود است. بای حضرت جابر میگه که خواستم که دستش بگیرم با قدش راست کنم، همین تا میگه دست برداشتم همون موضعی که جراحت داشت همونجا خونی تازه بر اومد. این خبری صحابی بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. انا یک روایت اومده است میگه وقتی خبیب ابن عدی را در دار کشیدن، خبیب ابن عدی یکی از حافظای قرآن است، انا همه بازمانده های شخص به نام حارث ابن عامر که از مشرکای مکه بود در جنگ بدر کشته شده بود، همه را خریدن از دست مشرکای عرب، در اسارت غلطیده بود، گفتن در عوض خون پدرمون همه را میکشیم، در عوض خون پدر. بعد در همون تنعیم او جایی که مسجد بی عایشه است کو همونجا بردنش، بدبختو در دور آویزانش کردن، گفتن اگر کسی همین را ایبولای دور میکشویا مقصد که جزاش هم میتیم، در گردی همون اخره نمونده بودن، در گردی همون پایه دور. از 1 ماه زیاد گذشت به اون تا آویزان بود. حضرت یه روز بعد نماز بامداد میگه
اصحاب بزرگوار شتگی بودن در مسجد گفت ایکم یحتمل اخاه الخبیب من خشبتین وله الجنه کدامت گفت میری همو برادر تو خبیب از پایه دار خلاص میکنه در زمین گور میکنه انشالله در عوضش پروپسکی جنت دسترس میکنه حضرت زبیر ابن عوام هم جشتگی بدست گفت من یا رسول الله من میرم زبیر پسری عمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حد غیور بود جسور بود از بس که پسر یگانه مادر بود مادرش صفیه عمه پیغمبر کو همین جسور کلامش کرده بود به هر حال گاه گاه میگفت که بچه من زورش به این مردک نمیرسه ادیم در اومده خطیش دویم حضرت تسلاش میداد پرونک میگفت انشالله زبیر او را میزنه همین جرم زبیر پرید خیز بگو خود توقع اهداش نمیبروی تو بلوی دور میبروی او را خلاص میکنی برش میکنی میوریش میترسی که خود توقع اهداش نمیبروی بگو یا رسول الله همین دوست و مقداد همیشه شتگه مقداد ابن اسود انشالله اینه نمیگه این قطعی میره یا دهنم او را نگفت است که میره یا نمیره او را پرید خیز این هر دش هم شه سوارای همون مسلمان ها بودن هر دش اسب داشتن اینو با قول امروزه چوانداز بودن ده ولی در همون جنگ بدر مسلمان ها همگی ده سواره داشتن ده اسب یک تاش زبیر ابن عوامه یک تاش همین مقداد ابن اسود اینو هم حقی خشون گرفتن غنیمت هم حقی اسب گرفته گیان بعد حضرت اجازت شد هر در اسب سوار شدن اومدن رسیدن علاقه 40 روز گذشته است جسد هم خیلی اویزون دیدن که اخرا نه بعد صبر کردن ایستادن یک مقدار وقتی که خواب شو برد در قسمت اخیر شب زبیر 32 ساله بود است جخونتر همین برآمد بالای چوب بنده برید این حضرت مقداد میگه در بالای هم اسب زبیر گرفت تا به شکم خوابانی داشت آبی بدنش حالی پریدگی نیست اعضای بدن یگون جوش تغییر خوردگی نیست 40 روز در اما افتاب قراق حجاز در مکه میتا اویزون این شهید علا بده بعد میگه در اسب بر کردن حرکت کردن سحر یا خیستن که نیست مرده نیست ای خفا پای گرفته اومدن در یک موضع دیرو شو کردن بعد زبیر گفت که اسپورا مگرم سور شیم قطعی یا جنگ کنیم که یا شمورش زیاده ایتا پیوده زور مونه میرسه برای همین مرده همون جسد خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنه را میگه همین اسب گرفته در زمین میمونش میره و جنگ میکنه و با میا صحیبش میکنه همین زمین در موند که قدرت پروردگار زمین فرو کشیده شد او زمین مکه را دیدگی بخیر اونجا قم هم نیست که بویتای قمشی او زمین سنگه با درجه سخته کاری خدا او همون اکسکواتروی مخصوص میمبرن ای زنوزن بعد هم یا سنگه پراکش سوراخ میکنن قدرت خدا میگه در زمین رفت اگه جای اونجا مساحله و کوکو نبود اسب سوار شد برو اومد میگه با مقابل شو گما را میشناسه من زبیرم زبیر ابن عوام این رفیق من مقداده هر درم میگه که چوبانداز و تیرزن پهلوان بدیا گو که تومو را میقفه که تو آخران تیردان ما میزنم انشالله به هر تیرم یک تتا به اسفل سفلین میفرستم بعدا شمشیر را میگیریم تا شکستن شمشیر در سر روتون میشپم اینم که خلاص شد بعد میگه با دندان و چنگالم خطی تو جنگ میکنم گلوی چند تا ایترا میکنم پیشوی که بکشینم برای همین جانتونه غم نتیم بهترش بگرده بره چی در جانی خطو جواب میکنه اون مردکورم دیگه در دلشو ترس غلطید گفتن برای هم مرده چی در کرای جانمونه در خطر انداختن میگه گشتن این حضرت اومد که مرده را سوی بگه همین خیمه کوان دیگه نمیوانش زمین فرو بود دستش وقتی مدینه اومدم پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت یا رسول الله قصد ما بود که بیارمش در بقیعه گورش کنیم جنت البقیعه یگون جای بدن تاخیر نخورد است که ولی آبی بدنش حتی میگه پریدگی نیست اما میگه در زمین موندمش که قدرت خدا در زمین رفت دیگه هر قدر کوفتیم نیفتیمش حضرت تبسم کرد گفت یا زبیر ملائکه ها خبیب ابن عدی را پیش از خلاص کردن ایت میگفتن این بلیع الارض عنوانش داده بودن بلیع الارض یعنی شخصی که زمین او را میبلعه زمین در کامش فرو میبرد نمیدونید مقصد جسد شهیدان هم خیلی الحمدلله که میمونده است باقی میمونده است اخی دیگر آدم ها استا میپوستن اخی دیگر گون میشوند با مرور زمان
вобаста ба хок, вобаста ба муҳит, вобаста ба боду ҳаво, шароит, вазъият дар чӣ ҳолате ҳаво мераса, намераса, баъзеш дарозтар мерава, баъзеш камтар мерава, аммо оҳиста оҳиста ҳамин замин ҷасада мехӯра. аз ҷасад чӣ бемона? ҳамин копчик. Копчик. Ҳамира дар арабӣ уҷбузанаб ё аҷбузанаб мегӯянд. Ана мега ки фарзанди одама баданша ҳамаша хок мехӯра, магар ҳамин уҷбузанаб. Минҳо хулиқа бну одам ва минҳо юраккаб. аз ҳамон мега фарзанди одам халқ мешава, бо ҳамон мақсад ки таркиб меёба. таркибшам аз ҳисоби ҳамон мешава. ан ҳамон копчик бисёр сахт будааст. ҳамон копчика хок намехӯрад. Дигар тамоми аъзои бадан оҳиста оҳиста ба хок мубаддал мешавад.